به نام خدا در خدمتتون هستم با یکی دیگر از آموزش‌های تکنیک‌های موسیقی. امروز قصد آموزش پیدا کردن تمپوی یک لوپ رو داریم که ما نمیدونیم تمپوی لوپ چنده. الان اینجا من تمپوها رو مشخصه که 140. میخوام فرمولی که به دست میاریم مشخص شه که این چطور به 140 میرسیم. ما این تمپو رو لود میکنیم. اوکی. چیزی که ما لازم داریم این که زمان این تمپوه، نه بر حسب ثانیه بلکه بر حسب صدم ثانیه هم ما لازم داریم. و من تو این لوپ رو توی ساندفورج آوردم، خیلی راحت این تایم رو به من میده. کافیه که من سلکت آل کنم از منوی ادیت، اینو سلکت آل میکنم و در این قسمت از سمت چپ استارت لوپمون رو میگه، اند لوپ گزینه بعدیه و در این قسمت ما لوپمون رو بر حسب صدم ثانیه هم به دست میاریم. فرمول به این صورتی که 60 تقسیم بر زمانی که در اونجا ما به دست میاریم که 3/428 ضرب در تعداد ضرب هر میزان. اینجا میزان ما 4/4 پس 4 ضرب داریم، ضرب در 4ش میکنیم. اوکی. همونطور که دقت کردید این 2 میزان بودش، پس قسمت بعدی این که تعداد میزان هستش که همونطور که میبینید ما عدد 140/23,000 ثانیه رو به دست میاریم که اون 23,000 ثانیه یه خطاهاییه که این قسمت به وجود میاد. دقت کنید که این 140 تمپوی ما بود، ما تونستیم خیلی راحت اینو به دست بیاریم. شما میتونید تمام ایده‌هاتون رو در جاهای مختلف و تمپوهای مختلف برای لوپ‌های مختلف به دست بیارید. متشکرم.